هذا النور شفاء صدور. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنم باز. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. روز یک شخص مسلمان نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، نمیدانم از من چی گناه صادر شده است که تماما برکت از خاندان من رفته است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند: آیا تو نماز 5 وقته را نمیخوانی؟ آن شخص گفت: یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، 5 وقت نماز را همراه شما میخوانم. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: آیا روزه ماه شریف رمضان را نمیداری؟ آن شخص گفت: یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، روزه ماه شریف رمضان را میدارم و علاوه بر آن 2 ماه دیگر پی در پی روزه نفل میدارم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در تفکر فرو رفتند که برای چی برکت از خاندان این مرد رفته باشد. ناگهان حضرت جبرائیل علیه السلام آمد و گفت: یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، خدای تعالی برای شما سلام میگوید و میگوید که آن شخص را گوید که در همسایگی او درخت است و در بالای آن درخت پرنده لانه دارد و در لانه آن پرنده استخوان شخص بینماز است. از این جهت برکت از خاندان این مرد رفته است. اکنون برادران و خواهران عزیز، فکر کنید که از شمی استخوان مرد که در لانه درخت است برکت از خاندان این بیچاره پریده است. شمایان تصور کنید که اگر شخصی بینماز در خاندان ما و شما زندگی کند، از شمی اون چقدر برکت از خانه می رفته باشد. تصور کنید. بدون ای مؤمن پاکیزه کردار، نماز خیش را در وقت بگذار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.